بسم الله الرحمن الرحیم. پرسنل سازمان امداد و نجات کادر اتوبوس آمبولانس ایلام هستیم که از کربلای معلا بیمارستان الحسین تعداد 7 نفر از مصدومین رو به مرز مهران انتقال دادیم که 2 نفر از مصدومین خانوم هستند. یکیشون دچار سوختگی از ناحیه پا و بدن شده، دیگری از ناحیه لگن شکستگی داره. 3 نفر از آقایون شکستگی در ناحیه پا و 1 نفر از آقایون دچار شکستگی از ناحیه قفسه سینه می باشد که به مرز مهران انتقال دادیم. آره